راه مبارزه همین بوده است. هم از این طرف سنگ میخورده و هم از طرف دشمنت سنگ میخوری. اینها با جز خدمت به دشمن کار دیگر نمیکنن. اما کسانی که امکانیت دارن که در مبارزه با چهرهتون بیاین، کمرتون ببندین، میدان ببراین، تا که شما بتونین در هر جامعه بشینین گپ زده بتونین. خب خیر است. خدا کنه که در آینده مردم درک بکنن. خدا کنه که مردم این سخنها را به خودشون بگیرن. بعضی ها گفتن که اکا در هفته گذشته وقتی که این سخنها را شنیدیم فکر کردیم که امی مرا میگوی، ترا میگم، کی را بگم دیگه؟ ما ترا میگم، امی ترا گفته ایستادم، کی را دیگر بگم؟ وای ما در پشت پرده در هوا از اسلام و از قرآن و از سنت گپ زدن در هر کجا اولین ملا، اما در مقابل رحمانوف غیرت یک پایین ترین یک انسانی که با چهره آشکار میبراید، در مقابل رحمانوف سینه‌ش می داره که بزن تیرت در سینم بزن اونجا خیش تبار همه اونا غرقی ظلم تو شدگی هستن، بزن من شهید بشم. سینه او در سینه او تیری رحمانوف میزنه که تو موحد زنده بمانی، بی غیرت تو زنده بمانی. کی را دیگه بگم؟ تو را میگم. ما به این کار ندارم، ما به او کار ندارم. هر کسی که به هیچ کس اوچ کس کار نداره، شما مردن شما بیهای در همین دنیا.